درود بر شما دوستان عزیزان، امروز یه خودروی سمن با موتور ملی یا همون EF7 پیش ما آوردن با مشکل یاتاقان زدن. ببینید صدای یاتاقان خودرو چجوریه. دلیل این که این خودرو این بلا سرش اومده این بوده که روغنی که براشون تعویض شده با کیفیت و مرغوب نبوده و نکته دوم و گزینه دومش هم اینه که خودرو چراغ روغنش روشن شده ولی صاحب خودرو توجهی بهش نکرده. حالا توجه کنیم به صدا. ببینید این صدای یاتاقان داخل خودرو با موتور ملی یا همون EF7. دلیلش هم اینه که روغنی که براشون استفاده شده یا ریخته شده داخل خودروشون با کیفیت نبوده و بعد از 1500 کیلومتر روغن بخار شده. حتما در زمان تعویض روغن و مراجعه به تعویض روغنی به نوع روغن و کیفیت توجه کنیم و هر روغنی استفاده نکنیم. کمش الان حدود 30 میلیون خرج